الرحیم. الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه صلوا كما رأيتموني أصلي اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا پیش از آغاز صحبت میخواهم یک جایه با شما دستی به دعا برداریم و در این ساعتهای اجابت دعا از پروردگار خود طلب کنیم تا که آن مقصود و مرامی که در دل داریم خداوندمان در این روز در این ساعت از ما و شما اجابت کند. خدای مهربان به حرمت این بندگان موحدت و به حرمت این خانه خودت، به حرمت این روز جمعه، خدایا اهل این جماعت ما را هر مراد، هر مطلوب، هر مقصودی که در دل دارند انک انت السمیع العلیم، خدای مهربان برآورده بگردانی و خدایا گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا بیماری های این جمعیت ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. بندگانی که خدایا مبتلای قرضند خدایا قرضهاشون کنده بگردانی و بندگانی که امروز در مسافرت هستند خدایا سفرهاشون با برار و بی خطر بگردانی و خدایا عبادت هایی که به سوی تو انجام میدهیم به درگاهت خدایا مقبولش بگردانی و خدایا رهبریتی که امروز بالای مردم تاجیکستان است، علل خصوص رئیس جمهور، خدای مهربان توفیقش را رفیق بگردانی، عمرش را دراز بگردانی و جمیع آن عملهای نیکی که در دل دارند خدای مهربان با این عملهایش موفقش بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. پیش از آنی که به مسجد می آمدم پیش راه ما را سه خواهر اسلامی گرفت و با آب چشم از ما یک سؤال کردند که سؤال این خواهرها این بود که با این قوم جمعی که خیلی زیاد در مسجد جمع می شوند یک جای دعا کنین که تا که خداوند روز را بالای ما بیارد که ما هم در نمازهای جمعه اشتراک کنیم. و البته ما به این خواهرها خبر دادیم که انسان باید ناامید نباشد. انشاءالله ساعتش می آید که شما هم در نمازهای جمعه آزادانه آمده اشتراک میکنید و الحال اگر شوهردار باشین تا صادر شدن این قانون خدمت شوهرها را کنین، انشاءالله ثواب همین جمعه را شما میگیرین
و اگر شوهر نداشته باشین خدمت پدر و مادر کنین، انشاءالله شما ثواب این جمعه را نائل می شوین. و البته من هم باوری کامل دارم که روز می رسد که کسانی که مسئول این قانون هستند البته این قانون را صادر میکنند و خواهران ما و شما هم از پند موعظه های ما و شما هم برخوردار می شوند. البته گفتن در حق رئیس جمهور، انشاءالله ما رئیس جمهور را در هر جمعه من دعا میکنیم و حتی در الهیدگی هم در حق ایشان دعا میکنیم. چگونه ای که اینقدر عملهای خیری که در تاجیکستان ما کردن، این جا یگان خودستایی و تعریف کردن نیست، بلکه ما خود به چشم میبینیم. آنچه را که به چشم انسان بیند از عملهای ایشان باید که البته تصدیق کند. چقدر آبادی هایی که در تاجیکستان ما شد، حتی همون مملکت شوروی که اینقدر ابوالقدرت بود، آن عملهایی را که این رئیس جمهور امروز انجام داده ایستادند همان ملک به ما نکرد. همان دولت با این قدر قدرتش هیچ وقت به ما راه پاییز، راه قطاره را به کلاب آورده نرسانید، یا تونل انزاب و یا تونل در شرشر برای ما و شما نکند. امروز از دست این ایشان البته این عملهای خیر انجام یافته ایستادند و علل خصوص این شهر ما و شما چه یک بگیم زیباگی پیدا کرده است که هر جانبی نگاه میکنی یک عمارت نو و زیبا در شهر ما و شما پیدا شده است. و انشاءالله این صادر کردن قانون هم یک عمل خیر است. انشاءالله من باوری دارم که روز می رسد که این قانون هم با دست خود رئیس جمهور البته امضا می شود و خواهرای ما و شما هم در نمازهای جمعه ما و شما هم آمده اشتراک میکنند. انشاءالله من این باوری دارم که روز می شود که این عمل خیر این رئیس جمهور ما و شما البته اجرا میکند. مسجد جای سیاست نیست، لیکن من یک منظره را برای همه بیان میکنم. چگونه ای که من دائم قید میکنم اخبارهای زیاد تماشا میکنیم، چه از الجزیره و چه از خبرهای روسی. اگر شما دیده باشین تخمین 4 روز پیش بود یک سمالیات کلان 500 نفر ازبک در داخلش سوار و در شهر رومینیا رفته فرآمدند. بیزاری از رئیس جمهور کردند، از رئیس جمهورشون کردند و نمیخواهند که در همون سرزمین دیگه زندگی کنند. الحمدلله که مردم ما یک زمانی بود که یک جنگ جنجال، یک نافهمی شد و مردم بر هر طرف پریشان شدند و رئیس جمهور چی گفت؟ تا وقتی که یک نفر در اون طرف آب است من آرام نمی نشینم. و الحمدلله که امروز همه ما و شما سرجم شدیم، همه یکدیگر را فهمیدیم. باید که البته دعاگوی ایشان همه وقت ما و شما باشیم. البته میخواهند بسیار از دشمنهایی که میخواهند امروز فضای همین تاجیکستان را ناآرام کنند. باور کن من از شما در سین سالم خرد هستم، در فهمیشم کم هستم، لیکن من همین قدر تصور میکنم که همین مسجدی که دروازه کشاده دارد و همین جمعیتی که در اطراف کلمه لا اله الا الله جمع شدن، همین خودش برای ما و شما بسنده هست. چقدر آرامی در اطراف ما و شما هست. الحمدلله روز به روز انشاءالله بهبودی های زیاد می شود. فقط هوشیاری را از دست نتین و با هر یک گفته های هر کس هم باورم نکنین و در زبانتان هر گونه دشنام و سخنهای قبیح را هم راه نتین، زیرا البته ما و شما در این سخنهای خود گناهکار می شویم. موعظه ای که امروز در این جمعه، چگونه ای که جمعه پیشین خبر دادیم
که صحبت میکنم این نماز است که با تکلیف چندین برادرانی که در این مسجد ما و شما نماز میخوانند تکلیف ها کردند که در باب نماز، در باب فضیلت نماز و کسانی که نماز نمیخوانند چی وعیدهای خداوند و پیغمبر است به ما خبر بده. الحمدلله که این ساعت هم به ما و شما دست داد و خدا خواسته باشد در دوام 1 ساعت آن چیزی که خداوند و پیغمبرش به ما و شما خبر داده است به سمع شما میرساند. نماز این ستون دین است. همه ما و شما ستون میدانیم. هیچ عمارت به پایه نمی ایستد. هر یک چیز دنیا به خود یک پایه دارد. نماز هم پایه دارد، اسلام هم پایه دارد که پایه اون نماز است. نماز ستون دین است. نماز این نور مؤمن است. نماز این چراغ قبر هست. نماز این تاج مؤمن در روز محشر است. نماز این مهر حورهای جنت است. در دنیا ما و شما وقتی اگر یک دختر را در نکاح خود درآوریم با او قلین میدهیم، مال خراجات میکنیم و او را در نکاح خود میدراریم. رسول اکرم میگوید قلینگ حورهای جنت این نماز است. نماز این کلید بهشت است. نماز این کورکننده چشم شیطان است. نماز این نور چشمان حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. و جعلت قرة عین فی الصلاة گفت پیغمبر. نماز این برکات عمر ما و شماست. نماز این فراوانی رزق در خاندان ما و شماست. نماز این جدا کننده بین مسلمان و بین کافر است. نماز این یراق مسلمان علیه کافر است. نماز این منع میکند صاحبش را از جمیع کارهای ناروا. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خدا میگوید نماز صاحب خودش را از همه کارهای ناروا منع میکند. نمیگذارد که صاحبش دست به جنایت زند، دست به کردارهای ناخوبی که شریعت او را منع میکند این نمازخوان دست به او جنایت زند. نماز این با احترام و با حرمت میکردگی صاحبش هست، چی در دنیا چی در آخرت. و از همه مهم این که نماز این رضاگی خالق ما و شماست. از نماز ما خداوند خوشنود می شود. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. شاعر بسیار خوب برای ما و شما ایجاد کردند.
گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. انشاءالله این شعرهایی که من میخوانم خیلی عادی و ساده هستند. همه شما میدانین گنج چی است. خزینه طلا و نقره را، اینا را همه را گنج میگویند، گنجینه است. گنجینه این عالم ویرانه نماز است. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. بی سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت. بی سجده به درگاه خدا راه نتوان یافت. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. این بار عظیم است که بر کوه گران است. این بار عظیم است که بر کوه گران است. این نور درون دل عشاق نهان است. غافل چوز تعظیم خدای تو چی دانی؟ یک سجده آگاه بهای دو جهان است. یک سجده آگاه بهای دو جهان است. خداوند در سوره احزاب در آخران آیت‌های این سوره مبارکه میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. خداوند به ما و شما در این آیه های مبارکه خبر می دهد. چی می گوید؟ ما بار امانت را به کوها، به آسمان، به زمین پیشنهاد کردیم و گفتیم ای 7 آسمان، ای زمین سخت، ای کوهایی که برجسته هستید، آیا این بار امانت را قبول میکنید یا نه؟ زید ابن اسلمه حضرت مالک روایت میکند که الامانت ثلاثه، امانتی که پروردگار گفته ایستاده است که ما این را در آسمان و زمین کوها پیشنهاد کردیم که امانت را قبول میکنید. زید ابن اسلمه میگوید که آیا میدانید که امانت چیست؟ الصلاة والصوم والغسل من الجنابه. امانت حضرت‌ها تحلیل کردند که خداوند مقصدش از این امانت این نماز است، روزه است، غسل از جنابت است. خداوند، مفسران میگویند که پیش از آنه که امانت را خداوند به کوها و زمین و آسمان پیشنهاد کند، چگونه ای که انسان عقل دارد، این عقل را هم خداوند بر زمین و بر آسمان و کوها داد. بعد خداوند این امانت را پیشنهاد کرد که آیا همین نماز قبول میکنین یا نه؟ فابین ان یحملناها و اشفقن منها. خداوند میگوید وقتی ما نماز در این کوها که پیشنهاد کردیم، آسمان را پیشنهاد کردیم، این زمینی پهنی که
حد و کنار ندارد، وقتی پیشنهاد کردیم فابین ان یحملناها، ابا کردن، سر کشیدن، نه از جهت مخالفت بلکه از جهت مخافت بود، یعنی از حساب ترس بود قبول نکردن. گفتم پروردگارا این عبادتی که به ما پیشنهاد میکنید چی معنی دارد، چی است؟ خداوند چی گفت؟ این احسنت جوزیت و این اسأت عقبت. گفت ای اهل کوها، ای اهل زمین، این عبادت من این گونه عبادتی هست که اگر ادا کردین من در عوض این برای شما نیکی می نویسم و در بدل این شما را وارد جنت میکنم، و اگر شما قبول نکردید و ادا نکردید من شما را عذاب میدهم. کوها، آسمان و زمین از این عبادت، از این امانت رو گردانیدن از حساب ترس که مبادای که ما ترک سازیم و در عقوبت خدا گرفتار شویم. اونها چیکار کردند؟ پشت گردانیدن و قبول نکردند. آسمان بار امانت نتوانست کشید. حافظ میگوید آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام منی دیوانه زدند. در دوامش خداوند میگوید و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. لیکن این امانت را، این نماز را وقتی ما به آدم پیشنهاد کردیم آدم قبولش کرد، گفت پروردگارا من قبول کردم. حضرت عبدالله ابن مسعود نزد پیغمبر خدا آمدند و میگوید از پیغمبر خدا پرسیدم یا رسول الله ای عملی احب الی الله تعالی، ای پیغمبر خدا من میخواهم که از زبان مبارک شما بفهمم که کدام عمل در نزد پروردگار محبوب ترین عمل به حساب می رود. از همه عمل دیده کدام عمل در من چنگ زنم که در نزد خداوند محبوب به حساب می روم. یعنی صحابه های پیغمبر آن عمل هایی که به سبب کردنش در نزد خداوند محبوب می شدن، اون عمل ها را جستجو می کردن که با کدام راه ها با خداوند ما نزدیک شویم، با کدام راه ها محبوب پروردگار شویم. چگونه ای که امروز این بندگان فقط و فقط در تلاش دنیا هستند، در تلاش عملهای ناخیر ناصواب هستند، صحابه های دوره پیغمبر از این عملها ثواب میکردند که پیغمبری خدا محبوب ترین عمل در نزد خدا کدام عمل است. زیرا آنها میدانستند که وقتی که اگر خداوند آنها را محبوب خود گرداند، البته این یک شرف است، این یک نعمت کلان است که وقتی بنده را خداوند دوست می‌دارد. اذا احب الله عبدا نادى جبرائیل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبرائیل فينادى في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه. پیغمبر خدا میگوید وقتی که بنده ای را که خداوند دوست می‌دارد در حال جبرائیل فریاد میزد است جبرائیل نزد من بیا، تو میدانی که من فلانی ابن فلانی را که در زمین زندگی دارد من وی را دوست می‌دارم. فاحبه، جبرائیل تو که ملائک مقرب من هستی تو هم وی دوست بدار.
فیحبه جبرائیل، پیغمبر خدا گفت وقتی که این فرمان از نزد خداوند که جبرائیل میگرفت است که تو هم وی دوست بدار، در حال میگفت است پروردگارا مادام که اون بنده را که شما که دوست بدارین، تو که دوست بداری، ما هم دوستش داشتیم. بعد از آن جبرائیل چیکار میکرد است؟ در همین آسمان کلان در بین تمام ملائکه ها فریاد میزد است که ای جمع ملائک، الحال خداوند محبوب بودن خودش را با فلان بنده در نزد من آشکار کرد. از این خاطر همه شما ای اهل زمین، ای اهل آسمان، فلانی را دوست بدارید. همه اهل آسمان همون بنده را دوست می داشتند. ثم یوضع له القبول فی الارض، رواه مسلم. این حدیث مسلم است. بعد از آن جبرائیل بر تمام اهل زمین هم ندا می کرده است که خداوند در دل همه بندگان محبت همون فلانی را چکار میکرده است؟ جایگیر میکرده است که حتی که مردم هم همون بنده را دوست میداشته. اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال و ماضی. البته کسی را که خداوند دوست داشت، هم دنیا و هم آخرتش برای او چی است؟ نیک است. حضرت عبدالله ابن مسعود گفتن پیغمبر خدا برای من خبر بده کدام عمل از همه ده عمل محبوب تر به سوی خداوند است؟ رسول اکرم اولین عملی که نام گرفتن چی بود؟ الصلاة علی وقتها. محبوب ترین عملی که در نزد خداوند قدر دارد، قیمت دارد، ای عبدالله، این نماز در وقتش خواندن است. افسوس که امروز مردم مسلمان خواندن نماز یک جانب، وقتی نماز نمیداند. وقتی نماز نمیداند که وقتی نماز کی می شود. خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما میگوید فاقیموا الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ما نماز به تمام بندگان خود فرض گردانیدیم و برای هر یک نماز وقت معین جدا کردیم. یعنی هر یک نماز به خودش وقت دارد. باید که هر یک نماز ما و شما در وقتش ادا کنیم. امروز اکثر سوال ها و اکثر مراجعت هایی که هست در اکثر مسجدها در وقت هیچ کس رعایت نمیکنه. اندک از شام میگذرد در حال نماز خفته نمیخواند. حالان که شما آگاه باشین که خداوند احتیاج به نماز شما ندارد. ما و شما هر عبادتی که میکنیم برای جان خودمان میکنیم، برای راحت خودمان در آخرت میکنیم. رسول اکرم میگوید بهترین عمل، محبوب ترین عمل در نزد خداوند این نماز در وقت خودش خواندن است. ثم ایون یا رسول الله. عبدالله دوام دادن پیغمبر خدا بعد این عمل باز کدام عمل در نزد خدا محبوب تر است؟ رسول اکرم گفتن بر الوالدین، با پدر و مادر نیکویی کردن. کسی که پدر و مادرش راضی میکند، کسی دعای پدر و مادر را میگیرد، رسول اکرم میگوید که این انسان در نزد خداوند محبوب به حساب میرود. شما محبوب خدا هستین کدام زمان؟ زمانی که اگر نماز در وقتش میخوانین و پدر و مادر از خودتان راضی میگردانین. ثم ایون یا رسول الله، بعد از آن کدام عمل در نزد خدا محبوب تر است؟ رسول الله گفتن الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا کردن. چی با زبان باشد، چی با دست باشد، در راه خدا خدمت کردنم. رسول اکرم گفتن که اینم یکی از عملهای محبوب ترین در نزد خدا به شمار می رفت است. البته خوش به حال همون برادرانی که امروز نماز میخوانند، 5 وقت نماز در وقتی خودش میخوانند، همچو تصور کنن که در محبوب ترین عملی که خداوند او را محبوب خود خوانده است اینها چنگ زده ایستادند و شما به سبب این عملتون در نزد خدا محبوب به حساب می روید. یعنی عاشق خدا هستید شما.
دوستدار خداوند هستید. شما خدا را دوست می‌دارید و خداوند شما را دوست می‌دارد. و دیگر فراموش نکنیم که حدیث عبدالله ابن عمر است: بنی الاسلام علی 5. ببینید اسلام، کسانی که دعوا میکنند که ما الحمدلله مسلمان هستیم، باید اسلام اونها از 5 دیوار، از 5 پایه باید که عبارت باشد. اول چی هست؟ شهادت ان لا اله الا الله و محمدا عبده و رسوله. اولین پایه اسلام این شهادت کلمه لا اله الا الله محمدا عبده و رسوله است. یعنی کسی که اگر لا اله الا الله محمد و رسول الله میگوید، تصور کند که وی الکی یک پایه اسلام خود مستحکم کرده است، الکی وی در همون حلقه مسلمان ها داخل شده است. چگونه که امروز بزید کلمه لا اله الا الله ایزا رفته ایستاده است. یعنی همین نصرانی هایی که امروز در کلاب ما و شما و بیرون از شهر ما و شما تبلیغ های نصرانی دارند، اونها زید کلمه لا اله الا الله هستند، زیرا اونها یگانگی خداوند اقرار ندارند. اونها بلکه در ذات پروردگار فرزند داخل میکنند، مادر داخل میکنند، چه حضرت عیسی را چه مادر حضرت عیسی را. اون روز به گوش ما یک خبر آمد که در میکرریان با دست همین مردم تاجیک ما و شما در همین سلفنایی که 20 درمایی که داریم پر از لباس و 10 سامان در بالاش در هر خانه می درآیند می دهند با یک کتاب حضرت عیسی. این تبلیغ نصرانی ها هست. باز مردم ما چی گفتن؟ گفتن خیلی فرقش چیه آخی؟ اینا هم خدا میگن، اونهاش هم خدا میگن. لیکن چشم اونها را همون 4 لباس کافره که با یک تنه نجاست آلوش پوشیدگی است، همون چشماشون کور کرده است. فکر میکنن تمام با همین اکن آخرت هم خریدیم. لیکن همه شما برادرای عزیز خیلی باور کنین، بیدار شوین، خیلی زیرک باشین. با 100 سامان و 200 سامان و $100 و $200 او دنیا و قیامت تان نفروشین. بسیار خطری کلان دارد، بی نهایت خطرش کلان است. شما حق دارین که همون سیدکه را در سرش میزنین، از نزد خانه پیشش میکنین. اونا نه مهمان حساب میخورن، نه در قطار انسان ها داخل میشوند. اونا کسانی هستند که همین فضای آرام تاجیکستان نارام میکنن. اونا برادر تر نصرانی میکنن و خود تر محمدی میکنن و هر دی ما و شما را جنگ میاندازن. برای ما و شما چی لازم دیگر؟ از همین اسلام ما و شما چی سهو و چی خطا دیدیم که چند بعد دین نصرانی میزنیم؟ از همه خطر کلانش انا همین روز انا این است که عاقبت بعد 3 سال و 5 سال باز در همین مملکت ما و شما از حساب همین پلیدها باز یک جنگ دیگر تیار است. امروز هر کس که اگر دوستدار تاجیکستان است، هر کس که همین آرامی تاجیکستان را میخواهد، بجز دین اسلام و مذهب ابو حنیفه دیگر همش باور کنید دشمن تاجیکستان هستند. امروز مردم تاجیکستان همین رویه و همین دین قبول دارد. دیگر اختلاف ها در بین ما چی در کار؟ چی لازم ما در رویه سلفیش؟ چی در کار ما در رویه وهابیش؟ چی در کار ما در شیعش؟ چی در کار ما در نصرانیش؟ الحمدلله که ما مسلمان هستیم. از ابو حنیفه چی غلط چی خطا دیدند که امروز سوال حالی در پیش من است. مذهب چی در کار؟ ترا صدقه مذهب کند. اما مذهب بود که 1450 سال شد یا زیادتر شد که امروز دین به ما و شما به یگان خلل به نقصان آمده است.
گفتی یک برادر داملا که اگر با اینها میشد الکه در دوام نیم ساله این اختلافا را ببین. یکم کلمه شهادت، یکم پایه اسلام ما و شما این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هست. دوم چی است؟ دوم پایه اسلام ما و شما و اقام الصلات. دوم پایه اسلام ما و شما این 5 وقت نماز در وقت خودش ادا کردن است. این بسیار مهم است. این 5 چیزی که الحال من برای شما بیان میکنم اگر در کدام ما و شما نباشد یقین داند که اسلام او ضعیف است، اسلام او قوی نیست، مسلمانی او مسلمانی پره نیست. دوم 5 وقت نماز داشته باشد. اگر گوید مسلمان من نماز نمیخواند این خودش معلوم است که یعنی اسلام او پایه ندارد، اسلام او معنی ندارد. مثل یک خانه که از 4 طرف دیوار شده است، وقتی اگر یک طرف همون نباشد آیا در همین خیل خانه زندگی کردن جایز است و درست است؟ البته جایز نیست، درست نیست. و زندگی هم در این خیل خانه ناممکن است. و سوم پایه اسلام ما و شما و ایتاء الزکات. رسول اکرم گفتند سوم پایه اسلام شما این دادن زکات است. من جمعه پیشین گفتم کمی در این باب با شما صحبت میکنم، زیرا که امروز ممکن که زکات قریب که از بین نابود شده است. حالا که رسول اکرم میگوید از زکات قنطره الاسلام، زکات این یک کوپروک اسلام است. بین هر جایی که اقام الصلات می آید ایتاء الزکات از پسش می آید. هر جایی که خداوند امر میکند که نماز خوانید از پسش حتمی امر است زکات مال هم دهید. حسنوا اموالکم بالزکات، پیغمبر میگوید شما ای مردمی که دولت دارین، سهولت دارین، شما مالهاتون با زکات محافظت کنید. یعنی شما میتوانید که از دزدها و میتوانید که از شکستن دولتان فقط با زکات پیشگیری کنید. اگر وقتی شما از مال خود زکات میدهید این معنای او را دارد که شما در نزد دولتتان پاسبان آورده ماندین. دیگر مال شما را انا همون زکات شما چکار میکند؟ محافظت میکند. در حدیث های پیغمبر می آید که و من لم یزکی فلا صلات له، کسی که اگر از مالش زکات نمیدهد همچنان است که وی نماز در نزد خدا ندارد. اگر نمازم که خواند زکات ندهد در نزد خدا نمازش قبول نمی شود. من یمنع الزکات عند الله بمنزلة اليهود والنصارى و من یمنع العشر عند الله بمنزلة المجوس. پیغمبر خدا گفتند کسی که اگر در دنیا زکات نمیدهد از مالش در نزد خداوند چی مرتبه دارد؟ مرتبه یهودی و نصرانی ها را دارد. کسی که اگر از زمینش عشر نمیدهد، آدم هایی که با زمین سر کار دارند، اگر اینها از زمین هاشون عشر ندهند عند الله بمنزلة المجوس حکم آتش پرست را دارند. آتش پرست یهودی نصرانی در نزد خدا کافر هستند. کسانی که از مال زکات نمیدهند، از زمینشان عشر نمیدهند، نزد خداوند پیغمبر خدا گفت حکم اینها حکم کفر هست. $1000 داری، 1 سال همین سوم در دست تو بود، کم نشد بلکه زیاد شد، از $1000 $25 بده.
نه پولی مشکله، نه اونقدر پولی کلانه. اگر مالدار باشین از 30 گاو 1 گاو، طبیع و طبیعتون میگوید، یعنی 1 گاو 1 ساله، خواه ماده باشد خواه نر باشد. اگر 40 گاو داشته باشین مسین او مسینتون، 1 گاو ماده یا نر 3 ساله باشد از 40 گاو. اگر 40 بوز و گوسفند داشته باشین 1 گوسفند دهین. سبکی را بینین. اگر 121 گوسفند شود 2 گوسفند دهین. اگر 201 گوسفند شود 3 گوسفند دهین. اگر 400 گوسفند شود 4 گوسفند دهین. 400 گوسفند 4 گوسفند دهین. تا چنده که مال بالا رفت این حکمت دارد. آدم تا چند بخیل می شود، تا چند مال زیاد جمع شد تا چند مغرور می شود. تا این خداوند چند مال بالا شد همون قدر زکات او را، عشر او را کم میکنه. خداوند در قرآن سوره توبه چی میگوید؟ والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. کسانی که در دنیا مال و اسباب و انجام و دیگر گاو و مالشون جمع میکنن و به مردم عشر و زکات نمیدهند، به آنها خبر بدهید به عذاب دردناک در روز قیامت. کسی که اگر در دنیا مال و چه از پول و چه از چاروا جمع میکند یا چه از زراعت هاشون جمع میکنن و به مردم عشر نمیدهند، زکات نمیدهند، خدا فبشرهم بعذاب علیم، اونها را خبر بتین، بشارتشون بتین با یک عذاب دردناک در روز قیامت. در روایت ها از پیغمبر می آید که کسی که در دنیا مالی بسیار دارد، مثل که گوسفند زیاد دارد یا گاوی بسیار دارد، لیکن در دنیا زکات نمیدهد، روز قیامت پروردگار همون چارواها را همش حاضر میکند و همه اونها را شاخ میدهد و این صاحب خودش در محشرگاه پیش میکنند و با همین صاحب خودش حمله میکنند و با اون شاخهای تیز همون صاحب خودش لط کوب میکنند و زیر سم بی خود قرار میدهند. کسانی که در دنیا از مالها و از همون چاروای خودشون چکار نمیکنند؟ حق جدا نمیکنند. یوم یحم علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. خداوند در دوام این آیت میگوید روز قیامت این مالهای شما را، این پول و مال شما را ما با همون آتش ها مبدل میکنیم و با این طلا و نقره و مال و پول شما ما پهلوهای شما را میسوزانیم، ما پیشانی های شما را میسوزانیم، ما پشت و کمر شما را میسوزانیم با این مالهایی که در دنیا شما جمع کردیم و از این چکار نکردین؟ زکات ندادین. خوش به حال همون برادرانی که امروز البته از مال خود زکات میدهند، از زراعت های خود زکات جدا میکنند و این قله در عباره مختصر میاد که اگرچه زراعت شما کم هم که گیرد باید از 10 کیلو 1 کیلو شما عشر جدا کنید، چه از میوه های خانه باشد چه از میوه های عدیر باشد فرقی ندارد. هر یک میوه‌ای که در خانه ما و شما میگیرد از 10 کیلو یا از 10 دانه 1 دانه، از 10 کیلو 1 کیلو باید ما و شما جدا کنیم. باید حق اینها را به مسکین و فقرا و بیچاره و آدم‌هایی که محتاج هستند به آنها برده دهیم. امروز باور کنین مسجدها احتیاج زکات دارند، مکتبها هم احتیاج زکات دارند، همه مؤسسه ها احتیاج به همون زکات دارند. خوش به حال هم برادرانی که امروز چه از مسجدها دستگیری میکنند، چه از مکتبها دستگیری میکنند، چه از همون صغیر خانه هایی که هست چه از اونها دستگیری میکنند. انشاءالله مال اینها هم تازه میشود. شما تصور کنید که اگر مالی که شما دارین از او زکات جدا نمیکنین، چی خوک حرام است چی همون مالی داشتگی شما حرام است. مالی که اگر از او زکات جدا نشود وای خوردن او برای شما حلال نیست دیگر.
فقیهای ما و شما میگویند که تصور کنین که همین مالی را که تا اگر گردنی را ذبح نکنین باقی مانده تنی او بر شما حلال نمی شود، اگر همین مالی را که از زکاتون جدا نمیکنین باقی مانده مال برای شما حلال نمی شود. اون مال چی همون حرام کرده خدا، چی این مالی که شما جمع کردین، هر دوش بد برابر است. سوم پایه اسلام ما و شما این دادن زکات است که باید ما و شما از مال خود زکات دهیم. چهارم چی هست؟ چهارم این حج است. بینین از همین 5 پایه اسلام شهادت دادنش برای همه هست، نماز خواندنش برای همه هست، چی شاه باشد، چی گدا باشد، چی بیمار باشد، چی تندرست باشد. لیکن دادن زکات فقط برای آدمای ثروتمند هست. کسانی که دست دارند، دست رسا دارند، پول دارند، در گردن اونها فرض است که باید که زکات دهند. و چهارم ارکان اسلام این حج است. حج هم در ذمه همه نیست، بلکه در ذمه آن کسانی هستند که مال بر نصاب دارند، یعنی با دولت هستند. رسول اکرم میگوید من مات ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا. کسی که اگر دولت دارد، مال دارد، لیکن حج نمی رود، میگوید حج کجا میرم؟ ولی در عقیده ما و شما همین هم داخل شده است. حج کجا میره؟ دل بنده مومن آزار نته. یا حج کجا میره؟ این همینجا یگان آدم دستگیری کن، یگان کسا یک فقیر دست، مثال همون در دست فلان فقیر بته حج میشد. نه، با دادن این خیر احسان اگرچه در گردن شما آدمای دولتدار خیر احسان کردن هم که فرض باشد، لیکن حج هم فرض است. با دادن خیر احسان و با معامله خوب از گردن شما حج ساقط نمی شود. رسول اکرم میگوید که من مات ولم یحج، کسی که اگر از دنیا میگذرد و حج نمیکند، بازم این که وای پول دارد، مال دارد، فلیمت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا، بس وای مرد است، هلاک شده است در دین یهودی و در دین نصرانی. کسی که دولت دارد، سهولت دارد، وای اگر حج نکرد و یعنی از دنیا ایمان نمیبرد. گفتم پیغمبر خدا من خرج من بیته حاجا او معتمرا و مات اجری له اجر الحاج والمعتمر الى یوم القیامه. پیغمبر خدا گفت که اگر کدام حاجیه که از خانه برآمد با اراده حج کردن، خواست که به حج رود، در این اثنا خواه از خانه بیرون وفات کرد یا در راه وفات کرد، این تا حال تا سمالیات سوار نشیدن اگر از دنیا گذشت، رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند که با این آدمی که اراده حج کرده است تا روز قیامت هر سالی که حاجی ها حج می روند یک حج یک عمره در نامه اعمالش خدا می نویسد. کسی که از خانه اگر می براید به اراده حج، خواه در راه در صدمه راه دوچار می شود، خواه در راه بیمار می شود، می مرد، یعنی تا روز قیامت پیغمبر خدا گفتند یک حج یک عمره خدا در نامه اعمالش هر سال می نویسد. و این بنده روز قیامت از گروه حاجی ها سر می بردارد که به همه ما و شما معلوم است که خداوند در قرآن می گوید مکافات حاجی در روز قیامت جنت جاودانی هست. هر کسی که اگر حج میکند، هر کسی که مبلغ صرف میکند، این موضع مقدس می رود و گشته آمده فعل اخلاقش دیگرگون می شود، باز ایمانش کاملتر می شود، اینها را مکافات رسول اکرم گفتند که و خداوندم گفته است که جنت جاودانی هست. و کسی که از خانه گفت پیغمبر خدا بیرون می شود و مات فی احد الحرمین، اگر در یکی از حرمین از دنیا میگذرد، حرمین گفته هم مکه مکرمه را، خانه کعبه را حرم میگویند، هم موضع
پیغمبر خدا جایی که خوابیده است در مدینه ایرم حرم میگویند. اگر رسول اکرم گفت که حاجی که از خانه برآمد اگر در مکه از دنیا بگذرد یا اگر در مدینه از دنیا گذرد، این مکافاتش چی است؟ لم یحاسب یوم القیامتی، روز قیامت این توده مردمی که در سوال و جواب راست میشوند، این بنده ای که در یکی از این حرم ها از دنیا گذشته است، برای این حساب نیست. برای این آدم در قیامت هیچ حسابی نداره. این خداوند چی میگفته است؟ ادخل الجنت، رو تو وارد جنت شو، زیرا تو به نهایت یک اراده خوب کردی. هست برادرای ما و شما دولت دارن، مال دارن، لیکن حج نمی روند، یا از راه می ترسوند، یا که از خراجات پولشان می ترسند، یا که امروز بعضی بدعت هایی که در ما و شما پیدا شده است که بسیاری حاجی ها را ترسان کرده است. قریب بگیم یک ماه بعد آمدنش خانه همو را دیگه مردم ترک نمیکنن. یک ماه خانه همو در هجوم فقط برای خوردن. هیچ کدام هم باور که اگر یگان رفیق نزدیکش نیت زیارت نداشته باشد، اکثرش برای خوردن می رود که حاجی آمده است رفته یک پیاله چای بگیریم. این هم یک مشکلاتی هست که در مردم ما و شما پیدا شده است. پیش از رفتن باید که حتمی نان کنی، حالان که در یگان کتاب خدا خبر نداده است. یک برادر اینجا ولی مرا سوال تعجیلی کرده است که اکنون التماس همین جمعه همین سوال برای ما جواب بگردان. چی گفته است؟ میخوام در همین جد با همین سوال انشاءالله صحبت انجام میتیم. داملای عزیز و حقیقت رسان ما را بابای مخصوم محله من گفت که در دسترخوان جمع کنی باید خون کنی، یعنی بز یا گوسفند کشی. آیا چیکار کنی؟ این شم از جمله همون بدعت هاست. دسترخوان جمع کنیش چی است؟ یک سال دراز همون بیچاره را خوردیم، یک سال دراز 40 خوردیم، 7 خوردیم، 20 خوردیم، اولی 6 ماهگی برآوردن، 6 ماهگی خوردیم. باز دسترخوان جمع کن. این دسترخوان جمع کنیش در کدام کتاب است؟ پدرای عزیز، برادرای مهربان، به خدا قسم از من ملال نشوین. همه اینها گناه هستند، گناه، اینها ثواب نیستند. بابای مقصوم من نمیدانم کی هست. این بابای مقصومش با یک شکمچران دیگر از کسی باشد. این بابای مقصوم نیست. این بابای مقصوم نیست. این بابای معصیت است، بابای گناه است. دسترخوان جمع کنید باید که مال بکشین شما، باید که خون کنین شما. همون پنجشنبگی هایی که خوردیم، همون آخرش که آمد، همون خاندار خبر داد که همین آخران پنجشنبگی بچه‌ام به همین دعا کنین، بس که هیچ چیم نمان. تمام بچه‌ام رسیه برسیه و خودم قشاق شدم، بیام بس کنیم به همین دعا بتین. این از بهترین صورتش. مرده مانم بیچاره در آزار و زنده ها هم در آزار و چی خراجات های ناجات، چی خراجات های بیهوده. کدامی شما اگر همه بیچاره های نمی گذراندگی هستین خودتان میدونین، حال پنجشنبه گذرانه و حال 40 کن و 7 کن و حال دسترخوان جمع کن همه میدونین چی احوال دارن. افسوس که یگان دستگیر نداریم ما تا که مبارزه به همین بدعت‌ها بریم، نداریم دستگیر. دلمان میسوزد. بیچاره باور کن یک جوان میاد گریه میکند. چی میگد؟ میگد که مرا سر سال همون پدرم آمدگی است، مادرم مجبور دارد که یک بقه میکشی. میگم ندارم آخی، ندارم، چند نیست همون پول. میگد داری نداری 1000 همسایه به ما میخنده. برای یک مال بکش که بسیار ناخوب میشود. همسایه بخندد میلش، لیکن غضب خدا را ما و شما تماما پروا نداریم که خدا بالای ما غضب میکنه. خدا در قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. همین خدای مهربان، خالق که همه ما و شما، هیچ بنده را از قوت زیاد دیدم و تکلیف نمیتون، قد قوتش. لیکن ما و شما یک دیگر را چیکار کردیم امروز؟
خله و تاراج میکنیم. دسترخوان تا جمع کن که فلانی گفته است که باید مال بکشی، یا اینکه حاجی آمده است یا میرود باید که حتمی بیچاره پیش هم باید نان کند، باز از آمدنش ماهاش قطعی خانه را ترک نمیکنه. امروز هم بعضی از اون برادرای ما و شما از همین شم میترسند، میگه چی یک پولی حج صرف کنید، چی یک پولی مردم نان دادن. رسول اکرم گفتند در کدام اگر از این احد حرمین یا مکه یا مدینه کدام از شما گذشتین، در روز قیامت امر الهی میشد که شما وارد جنت شوید که شما را خداوند هیچگاه پرسان نمی کند. شما را دیگر از عمرتان از عملهاتان خدا نمی پرسید است. خوش به حال همون برادرای حاجی که یعنی میان کمر همت بستند و رفته حج کردن. یک بار در عمرتان حج کنیم بس، یک بار. من طرفدار همون یک بارش هستم، زیرا که در گردن همه ما و شما یک بار فرض است، یک بار. دویم بار سوم بارش میلش اگر مثال خوب میشد که در همسایه‌داری هر کسی را که مثال دست میگیری خوش به حالت. کسانی که دویم حج و سوم حج اگر ناکرده و پولی همون دویم حج سوم حج در مثال ملکش و در همون محلش اگر صرف میکند برای آدمای بیچاره، خوش به حالشان. این ده انشاءالله ثواب خیلی زائد و کلان میگیرند. و پنجم ارکان اسلام ما چی است؟ و صوم رمضان. این ماه مبارک رمضان است که ماه اکتبر، البته رمضان به ما و شما می آید و ما و شما اگر روزه این ماه را که روزه داشتیم، رسول اکرم الصوم جنتون، این روزه برای شما سپر می شود نزد آتش دوزخ. این پنج ارکانی هست که باید که هر یک فرد مسلمان اگر انجام داد، کلمه شهادت است، 5 وقت نماز است، دادن زکات است، دادن رفتن حج است و گرفتن ماه مبارک رمضان است. در کسی همین 5 چیز باشد و این مکمل مسلمان است و اسلام او هیچ نقص و هیچ خطری هم ندارد. زکات هم در یک سال یک بار است، از این سال به این سال یک بار زکات میتین. $1000 باشد 25 $، باز زیادتر باشد از روی همین حساب چکار میکنید؟ حساب کرده و دادن میگیرین. انشاءالله در مالتان هم برکت میشود، در عمرتان هم برکت میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا الحال یک برادر ما نعمت الله هم یک قالین زکات آورده دادن و گفتن در حق من دعا کنید خدای مهربان این گونه جوانها را باز هم صفشون زیاده بگرداند و توفیقشون خدای مهربان رفیق بگرداند و خداوند غیرت هر یک مردی پولدار و مالدار بیدار کند تا که یک برادری خودش را، یک خیش قومیتی خودش را به مال زکاتش دستگیری کند. خداوند زکات این بنده خدا به درگاهت مقبول بگردان و مراد و مطلوبش خدای مهربان حاصل بگردان. و اینجا بابای حاجی سید حامد باز 20 سامانی در همین مسجد خیر کردن و 10 سرچاک و بعضی یاردم ها در همین داخل طهارت خانه آورده دادن که در حق من دعا کنید. و اینجا یک برادر فردوس هم 5 سامانی صدقه کردن. خدای مهربان این خیر احسان ها را به درگاهت مقبول بگردانی و به هر مراد و مطلوبی که خیر احسان کردن خدای خیر احسانشان به درگاهت قبول بسازی و گذشتگانشان خدا رحمت و مغفرت بگردانی. و دیگر برادرایی که خیر احسان ها میکنند و کردند خدا این خیر احسان ها را هم به درگاهت مقبول بگردانی و سبب خوشنودی روحانیت ارواحشان بگردانی. و این جمعیت ما را پروردگارا این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمالشان کتابت بفرمایی و خدایا محبت اینها را نسبت خودت، پیغمبرت، اسلامت باز هم زیادتر بگردانی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا یک برادرم خیر کردن، گفتن که نام من ارکین است، نام من ارکین است و میخواهم که نام من را عبدالله گذاری. از شما داملای عزیز خواهش دارم، رحمت به شما. انشاءالله خیلی همون نامی که شما عبدالله گذاشتین بهترین نام
رسول اکرم گفتن عبدالله و عبدالرحمن است. اینا بهترین نام ها هست. از این خاطر کسی که اگر مثل این برادر ایرکین و دیگر نام هایی که دارن که اونا هیچ به نام های کتابی موافق نیست، نام هاتون فقط مرد باشد اولش عبد داشته باشد، غیر نام عبدالرسول که عبدالرسول نام غلط است. غیر نام عبدالرسول دیگر هر نامی که عبدالرشید میمونین، عبدالقهار میمونین، عبدالودود میمونین. خب اینها نام های هستند که نام های کتابی هستند. از این خاطر با این نام ها نام هاتون تغییر بتین. انشاءالله در روز قیامت شما با این نام ها فریاد کرده میشه. عیب است که در روز قیامت مثال فرزند مسلمان به نام مثال نوروز فریاد کنند، به نام خورشید فریاد کنند، یا به نام جمشید فریاد کنند، یا به نام مثال تیشه فریاد کنند، به نام خاک و به نام دیگر. اینا عیب هستند. نام ها را باید که البته همه ما و شما نام های کتابی بگذاریم و فرزندهایی که تولد می شود نام هاشون هم نام های کتابی بگذاریم، زیرا همه پدر و مادر مسئول هستند. اگر شما نام های حاضر زمان مانین شما در نزد خدا گناهگار هستین. یعنی شما در حق همین فرزندتون پایمال کردگی است و روز قیامت انا همین فرزند گریبانگیر شما میشد که چرا مرا نام کتابی نگذاشتی، چرا مرا در همین محشرگاه شرمنده کردی. خدای مهربان این بنده ای که الحال نام خودش به عبدالله تغییر داد، عبدالله این بنده خداست، خدای مهربان این بنده اساسی بگردانی و عمرش دراز و تنش صحت و خیرش خدا به درگاهت مقبول بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحر جز مرد داعی نرفت، گم آن شد که دنبال راعی نرفت. کسانی که از این راه برگشته‌اند برفتند و بسیار سرگشته‌اند. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگیز به مقصد نخواهد رسید. مپندار سعدی که راهی صفا توان یافت جز بر پی مصطفی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما پدرای عزیز، برادرای مهربان را برای آمدنتان به نماز جمعه برای ادا کردن فرض از فرضهای پروردگارتان خوش آمدید میگویم و بعداً به سوی پروردگار خود با همراهی شما متوجه میشویم و از خداوند خود طلب میکنیم که دعاهایی که ما، احتیاجهایی که ما داریم خداوند برآورده بگرداند. پروردگارا، بندگانی که از راههای دور برای ادا کردن نماز جمعه اشتراک دارند، ذوق دارند، شوق دارند، خدایا این نماز را از این بندگانت قبول بگردانیم و در هر قدمی که از راههای دور گذاشتند خداوند حسنات کتابت بفرمایی و گناه ها را پروردگار را مغفرت بنمایی. و خدای مهربان در دل این جمعیت ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت قرآن را، محبت اسلام را، محبت علما را خدای جایگیر بگردانی و خدای مهربان این جمعیت ما را برای اهدنا الصراط المستقیم همراه اهل عیالمان هدایت بفرمایی. و خدایا گذشتگان ما امید دعا و رحمت دارند،
خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. امروز بیماری هایی که داریم، بیماری ها مانده، خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. خدای مهربان مسافرهایی که از این جمعیت ماست، از این تاجیکستان ماست، خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده به خاندان برسانی. و خدایا رهبر دولت را هم عمر دراز و تن صحت و در جمعی کارهای نیکشان خدایا برار نصیب بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موعظه ما و شما در فضیلت نماز بود و ما و شما کمی از فضیلت نماز درکدار شدیم و خدا خواسته باشد باز در دوام این یک ساعت از احادیث های پیغمبر خدا در باب فضیلت نماز به شما چیزی میرسانم. و چگونه ای که جمعه پیشین به شما خبر دادم که نماز این پایه اسلام است، نماز این نور مؤمن است، نماز این چراغ قبر هست و دیگر فضیلت و خاصیت های او را که به شما فهماندم باز ناگفته نماند که نماز این نشانه اسلام است. نماز این بهترین جهاد است. نماز این نور دل است. نماز این موضع سر در جسد است. موضع الصلاة فی الدین کم موضع رأس فی الجسد. موضع نماز در اسلام مثل حکم سر در جسد چسبیده را دارد. دیگر خاصیت نماز چه هست؟ در آن پارچه‌ای که شما نماز می‌خوانید، در این جایهایی که الحال شما نشسته اید و راست می‌شوید و نماز می‌خوانید، این پارچه زمین، این گوشه زمین در نزد دیگر پارچه های زمین با نمازخوان افتخار می‌کرده است. نزد دیگر گوشه های زمین می‌رفته است و می‌گفته است که خوش به حال من که امروز بالای من فلانی ابن فلانی سبحان ربی الاعظیم سبحان ربی الاعلا گفت. خوش به حال همون خاندانی که زنی نمازخوان دارد، فرزندهای نمازخوان دارد، پدر و مادر نمازخوان دارد. در هر گوشه خانه شما وقتی که نماز خوانده می شود همچون تصور کنین که مثل یک بار برکت در خاندان شما نازل می شود و آن گوشه های خاندان شما نزد آن گوشه هایی که بیچاره از نماز محروم هستند افتخار می کنند که من در جای عمارت شدم که بالای من نمازخوانها خواب هستند، نمازخوانها عبادت می کنند. اینم یکی از فضل نماز است. دیگر فضیلت نماز چه هست؟ دیگر فضیلت نماز این است که وقتی نمازخوان، پیغمبر خدا میگوید، بالای گوشه زمین می ایستد و نیت میکند برای ادا کردن نماز، وی همچنان از گفت پیغمبر که دروازه پروردگار را میزند. وقتی دروازه پروردگار که زده شد، این معروف و مشهور است که هر دری که کوفته شود البته گشاده می شود. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. روز از روزها این نماز شما اون دروازه را گشاده می کند. خوش به حال اون بنده که دروازه پروردگار برای او گشاده می شود.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب و خسر. پیغمبر خدا میگوید ای بندگان خدا، روز قیامت وقتی که شما زنده گردانیده میشوید، اول ما یحاسب به العبد، اولین محاسبه شما، اولین حسابات عمر شما از نماز سر می شود. از بنده پرسیده می شود آیا نماز در دنیا خواندی؟ فإن صلحت، پیغمبر خدا می گوید وقتی که اگر نمازهای شما با صلاحیت باشد، یعنی نماز باشد که تو از ذوق خوانده باشی، از شوق خوانده باشی، نماز باشد که از برای خدا خوانده باشی، فقد افلح و انجح. پیغمبر خدا گفت که این انسان وقتی که از حساب نماز که اگر نجات یافت، دیگر آینده حسابات این بنده نیک می شود، آسان می شود. ولکن در دوام حدیث پیغمبر گفتند، اگر گفتند و این فسدت، اگر نماز باشد که نه برای خدا باشد، نماز باشد که تا که مسجد روم برای وقتی خدمت گذرانیدن، یا رفتن نماز خوانم تا که مردم مرا گوید که نماز خوان، یا در بین مسلمان ها در آیم و نگاه کنم که کنی اون داملا چی میگوید، رفته در اداره های دخلدار خبر دهم و روم سیاه کنم در دنیا و در قیامت، که هر روز از این مسجد ما هر سخنها میبرند، هر روز. الان که الحمدلله اگر این سخنهای ما را حقانی برده رسانند، برای ما مکافات میدهد حکومت. لیکن صد افسوس از حسد و از بخل بیچاره ها ترکیده ایستادند. اگر با این نیت آمده باشد، پیغمبر گفتند خاب و خسر، ناامید شد و ذلیل شد و خار شد. نماز این هدیه معراج است. نمازی که پیغمبر بهر ما و شما آورد، این از معراج آورد. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سوره اسراء. پاک و منزه و بی‌عیب است آن پروردگاری که سیر داد بنده خودش را، یعنی محمد را، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از قسم شب از خانه هانی، از مسجد حرام، از مسجد مکه مکرمه به مسجد اقصی به فلسطین برد. چه مبارک پیغمبر نصیب ما و شماست که این گونه سیری که با این گونه بنده خود خداوند کرده است به هیچ پیغمبری نکرده است. شب برنشست از فلک درگذشت، شب برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جا از ملک درگذشت. در یک شب نشستگی پیغمبر تمام فلک های دنیا را گذشت. تمام این 7 طبقه آسمان و زمین پیغمبری خدا گذشت رفت، با تمکین و جا از ملک درگذشت. ملائکه مقرب ترین درگاه الهی حضرت جبرائیل، آن موضعی که محمد صلی الله علیه و سلم طی کردن، جبرائیل رفته نتوانست. حتی گفت لو تقدمت شبرا لاحترقت. محمد این جانبش حق توست، اگر من یک وجب پیش روم هر آینه این 600 بال من می سوزد. اون جانب حق توست. خداوند چگونه محمد را مکرم ساخت،
چگونه امتی او را عزیز شمارید. سعدی میگوید مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. ای انسان میگوید تو چی قدر داری، چی منزلت داری، که حتی که جایی که انسان رفت ملائک رفته نتوانست. جبرائیل با بالهای خود، با این مقرب بودن خود، جایی که انسان رفت، جایی که آدمیت رفت، اینها نتوانستن رفتن. چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ چی شد که تو پیرو شیطان شدی؟ چی شد که شیطان بالای تو مسلط شد، بالای تو ظفر یافت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت؟ حضرت میگوید طیران مرغ دیدی؟ ای انسانی که تو اینقدر بی عقل هستی، ای انسانی که اینقدر تو منزلت اختگم کردگی هستی، طیران مرغ دیدی، پریدن مرغ را دیدی و آرزو کردی که کاش که من هم مثل همین پرنده در هوا بپرم؟ طیران مرغ دیدی، تو ز پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. ای انسان میگوید تم از شهوت خالی شو، تم راههای شیطان دور کن، تو هم به سوی پروردگار بنده صادق شو. نظر کن انسان چه خیل پرواز میکند. یکی نظر افسوس که امروز انسان است نامش، امت پیغمبر است. امروز امت پیغمبر الحال در بازار در دکانش نشسته است، حالا که خدا ندا دارد که به نماز جمعه بیاید، اینجا نجات است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خواب است، به یادش نماز جمعه نمیزند. امروز امت محمد بیل در دستش در زمین کلن دارد، اینجا نماز جمعه سپری شده ایستاده است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم مزار حضرت سلطان می رود در روز جمعه، باز پیش من میاد دعاته. مزار حضرت سلطان برای تو امروز ضرور نیست، امروز برای تمام مردم مسلمان نماز جمعه ضرور است. تو در هر قدمی که به سوی حضرت سلطان میزنی تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. باز بیچاره جاهل و نافهم میگوید مرا گفتن روز جمعه زیارت وی ثواب است. این نماز هدیه معراج است. انس ابن مالک میگوید از پیغمبر خدا که ففرض الله عز وجل على امتی 50 صلاة. پیغمبر خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد. خداوند این 50 وقت نماز در دست رسول اکرم داد که اینو برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادن این حدیث را گفتند فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم، در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد ما فرض الله لك على امتك.
خداوند بر تو چه هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ فرجع الی ربک یا محمد فإن امتک لا تطیق ذلك. محمد صلی الله علیه و سلم، اولا خوش آمدی. این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است. امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد. پس بگرد. فرجعت فوضع عنی شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت، گو من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که به کم عددش کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادای این ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی، گفتم موسی برادر، خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت، به 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الی ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد، زیرا که 45 وقت نمازم این نماز زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود، فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعالی و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم. 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهگار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گرد که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد. حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بی نماز باشد، در هر خانه یک بی نماز یا 2 بی نماز یا زائد از این وجود دارد. کم از خانه ای که همه مکملا نماز خوان باشد، کم از این خانه. پس گرد گفت 5 وقت نمازم زائد است. رسول اکرم چی گفتند؟ استحییت منه. موسی گفتند گپی شما قبول، لکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم میدارم که از 5 وقتم این نماز کم کنه. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل یوم و لیلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. میگه صدای آمد که ای محمد حبیب من، رو گفت پایان رو، دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم، در یک شبانه روز تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم.
5 وقت نماز کدام بنده ای که میخواند تصور کند که همون 50 وقت نمازی که هدیه‌ای که خداوند به پیغمبر داد ثواب همون ما و شما نائل میشویم. حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های کرام بود، میگوید زمستان بود، میگوید بیرون خنک بود و فصل خزان ریز بود. با همراه پیغمبر خدا میگوید بیرون از خاندان شدیم. والورق یتحافت، نگاه میکردیم که برگ های درختها بر زمین افتیده ایستاده اند. نزد یک درخت رفتیم. فاخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتحافت. ابوذر غفاری میگوید پیغمبر خدا دستی مبارک بلند کردند و یک شاخ درختی را قپیدند که ورقهای او، برگهای او همگی بر زمین ریخت. فقال یا ابا ذرین قلت لبیک یا رسول الله. میگد فریاد زد ای ابا ذر، ای ابو ذر، گفتم لبیک یا رسول الله. ان العبد المسلم لیصلی صلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما تحافت هذا الورق عن هذه الشجره. پیغمبر خدا گفته بود است، ابوذر گفته است وقتی که بنده مسلمان طهارت میکند با مقصد که نماز من ادا کنم، فتحافت ذنوبه، گناههای وی میریزد. چگونه که این نوده درختی که من داشتم و همه او ریخت. وقتی بنده مسلمان اراده نماز میکند و با این نماز خود میخواهد که با خدای خود نزدیک شود، گناههای وی مثل همین برگهای درخت از وجود وی میریزد. شما با این 2 رکعت نمازی که الحال از فرض جمعه ادا میکنین با همراهی این 8 رکعت سنتی که ادا کردین، از روی این بشارت پیغمبر خدا در وجود شما دیگر گناه نمیماند. شما اگر در نماز دیگر تا نماز عصر اگر جان شما را اگر خداوند قبض کند، شما مثل همون فرزندی که از مادر تولد شده است مثل همون هستید. زیرا رسول اکرم میگوید که الصلوات الخمس والجموعة الى الجموعة والرمضان الى الرمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پیغمبر خدا چی گفتند؟ از نماز تا نماز، نمازهای 5 وقته که داریم بامداد ادا کردیم تا نماز پیشین، نماز پیشین ادا کردیم تا نماز عصر. اگر در بین همین نمازها رسول اکرم میگوید یا از جمعه تا جمعه، شما جمعه را خواندین، جمعه گذشته را تا این جمعه، رمضان سال آینده را گرفتید تا این رمضانی که در ماه اکتبر می آید، هر گناهی که شما کرده باشین مکفراتون، خداوند همه اینا چیکار کرد؟ نابود کرد. اذا اجتنبت الکبائر، اگر شما دیده و دانسته گناه کبیره نکرده باشید، گناه های کلان اگر دست با قصدن نزده باشید، خداوند در بین این 5 وقت نماز، در بین رمضان تا رمضان، در بین جمعه تا جمعه گناه های شما را خدا مغفرت میکرد. با احترام چی؟ با فضل چی؟ با فضل نماز. وقتی شما نماز میخوانید این گناه کرامات ها را خداوند بر شما نصیب میگرداند. میگوید یک اعرابی نزد رسول اکرم آمدن. اعرابی گفته یک آدم کوهستانی، یک آدمی که در کوه زندگی میکند، آمدن از پیغمبر خدا چی گفتن؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. پیغمبر خدا
من میخواهم از تو یک عملی را شنوم، یک عبادت را شنوم که اگر وی من انجام دهم دخلت الجنه، روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوم. کدام عمل است؟ پیغمبری خدا را نظر کنین. با این عملها اگر کدام ما و شما عمل کنیم، ان شاء الله اون مکافاتی که پیغمبر با این اعرابی، با این کوهستانی وعده کرد، ما و شما هم نائل میشویم، یعنی وارد جنت میشویم. رسول اکرم گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. یکم گفتند ای کوهستانی، ای اعرابی، اگر تو خواهی که روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوی، به خدا شرک نیار، به خدا شریک میار، مثل که نصرانی ها میارن، مثل که حضرت عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، مثل که مادر عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، که امروز اکثر امت پیغمبر ما و شما را میخواهند که با همین دین منسوخ شده، با این دینی که فعالیت او قطع شده است، ما و شما را به این دینی که عاقبتش خاری است، دیگر نجات ندارد، میخواهند که ما و شما را گمراه سازند. به خدا قسم، شما اگر از گرسنگی از دنیا وفات کرده گذرید، این برای شما شرف است از آن که به دین نصرانی شما میگذرین. شما در دنیا هم شرمنده هستین، در عاقبت هم شرمنده هستین وقتی شما در دین نصرانی داخل میشوید. بی نهایت احتیاط کنین، علل خصوص همون میکروریون هایی که هستند. بی نهایت تبلیغشان زیاد است. برادرای عزیز فریفته نشوین. اگر توانستین از نزد ویهم ایمان نیستن، اونا در نزد مسلمان قدر ندارن، اونها را می توانین به ضرب زدن و کوفتن از همون محلتان دور کنین. اونا دین فروختگی هستند، اونا جاسوس های همون مردم یهود هستند. اونا را شما با طریق اولاد در هر یک چپلاکی زدگی شما انشاءالله در نزد خدا هزارها ثواب شما صاحب می شوید. اونها را به گپ خوب هیچ وقت جواب ندهید. اون بدبخت ها حتی همین قدری سخنی خوبم ندارن. رسول اکرم میگوید یکم چیزی که شما را فردای قیامت وارد جنت میکند، این شریک آوردن در ذات خداوندی است. خداوند این بی شریک است، بی مثل است، بی مانند است، وی ذات ندارد. برای ما و شما همین سوره اخلاصی که میخوانیم بر همه امتان من، به تمام مردم روی دنیا بگو که هو الله احد، این خدای تو یک است، یگانه است. این مادر ندارد، این فرزند ندارد، این زن ندارد. الله الصمد، این پروردگار تو بی نیاز است، هیچ حاجت ندارد. لم یلد و لم یولد، کسی را نزایید و از کسی هم زاییده هم نشده است. ولم یکن له کفوا احد، این پروردگار تو با این قدرت خدای تو هیچ قدرتی دنیا برابر شده نمیتواند. این صفت پروردگار ما. یا شریک آوردن مثل سنگ پرستی، مثل آفتاب پرستی، مثل ستاره پرستی، مثل درخت پرستی، اینها یکی از شرک های خیلی عظیمی هستند. امروز یک برادر در من سوال تعجیلی کرده است که تومار ردنامه در بند دست هست، چه حکم دارد؟ برادر عزیز، من صدها بار گفتم اگر توماری که در وی آیت قرآن نویسانده باشد، در این عقیده اهل سنت و الجماعه است، باکی ندارد. لیکن بر شما باز میگویم، اون ردنامه هایی که هستن، ردنامه هر سخن های بیهوده و بهوده بسیار دارد، ردنامه شا دور کردن در کار. با اینها ما و شما اعتقاد نکنیم، کرخط میکنیم. کرخطش چی است؟ میاییم برای دل شما، ما هم گناهکار میشویم. کرخط از اسلام نیست. توبه میکنیم در گردنها یک بند دیگر کشوال، اونا فایده ندارن. اینا گپی سخن کتاب، سخن خدا هستند. مرحمت اهل همین جمعیت ما نزد تمام داملاهای همین تاجیکستان دور گردین و نام او را در کاغذ نزد من روان که کنی کدام همونها به شما فتوا میدهد که شما توبه کنید، شما کرخط کنید. هیچ کدام اونها به شما این فتوا را نمیدهند. اونها میدونند. یا این سنگ پرستی مثل همین موره چشمی، موره های چشمی که شما در بند دست های کودکان میکنین، در گهواره ها میبندین برای چشم. اینا چشم راه نمیگیرن. العین حق،
چشم تاثیر دارد لیکن مورد چشمی وای نمیگرداند. یک برادر بر من خبر داد که در مسجد جامع دوشنبه همون خارهای کلانی که هست در نزد دروازه مسجد زدگی است. برای چشم به دست داملای وای میگد بیچاره وای کور است، او داملا نیست، وای جاهل است، وای شرکی در خدا کرد از خود درک ندارد. چشم چی میگرداند؟ شما سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و خوانید، در دست ها دم کنید، در تمام بدن شکید، انشاءالله شما را هیچ چشم دیگر دایره نمیکنه. این خرافات ها را ترک کنین. بیزار شدیم باور کنین، مانده شدیم. بی نهایت خرافات های کلان است. یک برادر یک شب در اینجا در حضور همین ها ساعت 10 شب است، در یک مشروطه پر از آدم بیچاره خواب دارن، مانده شدن. کجا می روین؟ حضرت سلطان می روین. این جان هم به شما حق دارد، این اعضاها هم به شما حق دارد. اون گوسفندی که در اون نزد اون بزرگوار کسی میکشد به نام بزرگوار وای حرام است، وای حلال نیست. اون گوسفندی که شما اونجا میبرین، اون قدر بنزینی که در اونجا صرف میکنین، اگر مقصدتان ثواب باشد در مسجدها و در طالب علمها و در همسایه ها صرف کنین، اونجا ثواب میگیرین. اگر اراده ثواب باشد، لیکن اراده استراحت باشد، مرحمت رفته استراحتتان کردن گیرین. رسول اکرم گفتن یکم چیزی که روز قیامت شما را نجات میدهد این چی است؟ این به خدا شریک نیارین، شرک در خدا نکنین. دوم چی گفتن؟ و تقیم الصلاة. ای اعرابی، ای کوهستانی، دوم وظیفه تو این است که 5 وقت نماز ادا کن. نگو من در کار مشغول هستم، نگوی که من وابسته مصیبت هستم، نگوی که من بیمار هستم. در همه حالت در گردن تو نماز فرض است. 5 وقت نماز ادا کن. و تؤتی الزکات المفروضه. سیوم عملی که تو را گفت ای کوهستانی، پیغمبر گفتند وارد جنت میکند این مالدار باشی، از مالت زکات بده. و تصوم رمضان. 4م عملی که تو را وارد جنت میکند این از ماه مبارک رمضان روزه بدار. قال والله لا ازید علی هذا. کوهستانی عجیب گپ گفتن پیغمبری خدا انجام دادی تمام، با شریک نیاوردن خداوند، با 5 وقت نماز، با دادن زکات، با روزه گرفتن من وارد جنت میشوم؟ پیغمبر گفتم بله وارد جنت میشوی. گو قسم به خدا که از این 4 عمل دیگر عمل نمیکنم. فلما ولا، راوی حدیث میگوید وقتی این کوهستانی پشت گردانید و از مسجد بیرون شد، پیغمبر چی گفت؟ من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. ای صحابه های من گفتن کدام شما اگر بخواهید که مردک جنتی را ببینید، رفته انهمی را زیارت کنید که این جنتی هست. این مرد که الحال از مسجد ما بیرون شد و این وظیفه ها را برای خود ابدی گردانید، رفته زیارت کنید که این مرد جنتی هست. در برابر او کدام از ما و شما هم این عملهای اون مرد کوهستانی را اگر انجام دهیم، انشاءالله ما و شما هم چی میشیم؟ از اهل جنت میشویم. لیکن نماز چگونه باشد؟ میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار مسجد در آمدن، نگاه کردن یک مرد نماز میخواند لکن با ریش خود بازی دارد، با بدن خود بازی دارد. رسول الله نظر کردن، ناخوش شدن، گفتن لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر گفت همین مرد گفت از خدا می ترسید، همه اعضاهای ای از خدا می ترسید. لیکن این مادام در نماز بازی دارد، در نماز بے پروا که هست، این گفت این مرد از خدا نمی ترسد. نمازهای ما و شما باید که چنان نماز باشد که آرامیش داشته باشد، رکوعهای دراز داشته باشد، سجده های دراز داشته باشد. این نماز در نزد خدا قبول است. بخاری روایت میکنه در صحیح بخاری از حذیفه ابن یمان، میگوید که همین حضرت حذیفه ابن یمان رأى رجلا یصلی
ولا یتم رکوع الصلاة ولا سجودها. میگه همین حذیفه باری میگه نگاه کرد که یک مرد نماز میخواند مثل نمازخوانی های ما و شما باری، رکوع تیز دارد، سجده تیز دارد، بی نهایت تیز نماز میخواند. حضرت حذیفه که صحابه پیغمبر بود گفتن، این مرد گفتن نزد من بیا. وقتی نماز تمام کرد گفت منذ کم سنتا تصلی هذه الصلاة، این نمازی که الحال تو خواندی چند سال شد که همین خیل نماز میخوانی؟ قال منذ 40 سنتا. گفتن حضرت حذیفه من 40 سال شد که انا همین گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتن؟ ما صلیت منذ 40 سنتا شیئا. ای برادر گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد علیه السلام. اگر گو با همین احوالی که تو نماز خواندی، اگر با این گونه حالت از دنیا میگذشتی، تو حتی که در ملت محمد نبودی صلی الله علیه وسلم. این نماز گفت نماز نیست. نماز این عبادتی هست که بخاری میگوید یناجی ربه. در داخل نماز وقتی انسان می ایستد همچنان تصور کند که پروردگارش را مناجات دارد، پروردگار با او متوجه می شود، نماز او را تماشا می کند. یکی از اصحاب پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید یک شب میگد مسجد در آمدم، نگاه کردم پیغمبر خدا نماز میخوان، شوقم آمد، ذوقم آمد، هوس کردم از پس نماز، از پس رسول اکرم نماز خوانم. آمدم نیت کردم، نگاه کردم که رسول اکرم سوره بقره را آغاز کرد. میدونیم بقره 286 آیت است و رسول اکرم قرآن را با ترتیل با تجوید میخواندند و بسیار شیرین میخواندند و ملایم میخواندند، آهسته میخواندند. میگوید این صحابه میگوید وقتی که خواند 100 آیت بقره را خواند، فکر کردم که الحال پیغمبر رکوع میکند. نگاه کردم که دوام داد، 200 آیت خواند از بقره. خواستم الحال رکوع میکند، باز پیغمبر خدا دوام داد، بقره را انجام داد. 3 بار گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. پیغمبر گفتن باز فکر کردم صحابه میگوید که الحال رکوع میکند. رسول اکرم میگه در آل عمران در آمدن، سوره آل عمران در آمدن. آل عمران 200 آیت است. رسول اکرم میگوید وقتی این 100 آیت خواند، صحابه میگوید که من مانده شدم، نماز سلام دادم، از نماز بیرون شدم. لیکن رسول اکرم نظر کردم آل عمران خواند 200 آیت. بعد آل عمران باز گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. در سوره مائده در آمد. سوره مائده 120 آیت است. حضرت 120 آیت میگه خواندن، بعد در رکوع رفتن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدی و هر گونه تسبیحات. میگوید پیغمبر خدا دراز رکوع کردند، باز راست شدند، باز در سجده رفتند، چه تسبیحات زیادی گفتند. از جای خود خیستند، میگوید باز دوام دادند، از دوام قرآن باز گرفتند، سوره انعام سر کردند. رسول اکرم میگوید این سوره انعام هم خواندند. در 2 رکعت نماز این صحابه میگوید پیغمبر 5 پاره قرآن خواندند، 5 پاره قرآن. وقتی میگن نگاه میکردم پایهای پیغمبر ورم کرده بود، زانوها مثل زانوهای شتر ورم کردگی بود. وقتی میگه از رسول اکرم پرسان کردیم پیغمبر این قدر مشقت تو حس نمیکنی؟ رسول اکرم میگو وقتی که در دل انسان نماز لذت میبخشد دیگر مشقت به یاد او نمیزنه. انسان دیگر تصور نمیکند که من در نماز هستم. وقتی که لذت نماز، لذت عبادت خدا در دل او جایگیر میشود. این است نماز، این است ترتیب نماز. باید ما این گونه البته نماز خوانیم. حضرت عروه رضی الله عنه را حکایه میکنند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. حضرت عروه فرزند زبیر بودند. زبیر این داماد ابوبکر صدیق بود، شوهر اسماء بودند. اسماء این دختر ابوبکر صدیق بود. عروه که فرزند اینها بود. راوی میگوید که حضرت عروه
و بیماری سرطان ساق، یعنی رگ میگوییم ما و شما. در همین ساق عروه کسل رگ پیدا شد. تمام طبیب ها را فریاد زدند، گفتند میلش ما طبابت میکنیم، کار مشکلی نی، لیکن فقط این ساق را بریدن در کار. حضرت عروه تیار شدند، گفتند من راضی هستم. اینقدر درد و غم و اینقدر سوزاکی که در پای من است، میلش گفتند جدا کن، شاید که حال من سبک شود. حضرت عروه را گفتند به خانه ای که جراحی میکنیم به اون خانه میرویم. آمدن در یک خانه میگه در آمدن و این طبیب ها پیشنهاد کردند که الحال عروه برای آنی که ما پای تو را از ساق جدا کنیم باید که مواد مخدر استفاده کنی تا که تو عقل خود گم میکنی، تو بیهوش میشوی و ما پای تو را میبریم. چگونه ای که در ما و شما نرکاس میدهند که دیگر اگر تمام اعضای ما و شما را پاره کنند دیگر ما عقل و هوش خود گم کردگی هستیم، دیگر ما و شما درک نمیابیم. حضرت عروه را مواد مخدر پیشنهاد کردند. حضرت عروه گفتند شما میدونین این طبیب ها که مواد مخدر عقل آدم دور میکنند؟ گفتم بله میدونیم. گفتم من نمیخواهم که یک لحظه عقل من دور شود، من از یاد خدا غافل شوم. یک لحظه نمیخواهم که یک لحظه از خدای خود جدا باشم. گفتن آخه این کار مشکل است، در حالت بریدن چقدر عذاب و مشقت بالای تو می آید. حضرت عروه گفتن این مشکل نیست. وقتی من در نماز می ایستم، وقتی من در التحیات لله و الصلوات و الطیبات که رسیدم، شما جراحی را سر کنید که من در اون حالت در حالت خود نیستم. اون حالت دیگر من خودم را گم میکنم. طبیب ها راضی شدند. وقتی حضرت عروه میگوید در همین حالت التحیات خواندن رسید، کارد خود راست کردند، اسبابهای خود قطع ساق حضرت عروه را جدا کردند. وقتی حضرت عروه میگوید سلام دادن، مثل نمازهای ما و شما در 2 دقیقه و 3 دقیقه نماز نمیخواندند، نمازهای دراز میخواندند. لیکن این جمع یک مسئله دیگر فراموش نکنیم. اذا اما احدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. پیغمبر خدا این یک مسئله است که این هم ناگفته نمانیم، مگر که امروز که بسیاری برادرای ما و شما میگوید یعنی از پی کار هستند، بیمار هستند، صاحب حاجت هستند، کودک هستند، از این خاطر در ذمه هر یک امام این واجب است که نماز با طرز سبک خواند، یعنی تا که به مردم گران نیاید. گفته این دلیل ما و شما هست، این حدیث پیغمبر خداست. حضرت عروه را پاش بریدند. حضرت وقتی که از نماز بیرون شدند خون زیاد رفت و گفت مرا بردارته خانه برین. آوردن حضرت عروه را به خانه بالای بسترش. حضرت میگوید در پیش پای بریده را دیدن. چی نعمت بزرگی است این پایهایی که الحال در ما و شماست. صد افسوس که این پاها را ما و شما چی در راه باطل صرف میکنیم که همه اینها در روز قیامت گواهی میدهند. حضرت عروه میگوید با یک چشمهای همون نرگسین خود میگوید بر همون پای بریده شده نگاه میکرد. چند سال این در وجود حضرت عروه چسبیده بود و خدمت اسلام میکرد. نگاه کرد میگوید به ناگاه تشنگی حضرت عروه را غلبه کرد و میگوید فریاد زد. فرزند 2 فرزند داشت، میگه یک فرزند خردی داشت، یک فرزند کلان داشت. فریاد زد فرزند کلانی خدا، هیچ صدایی نمی آمد. حضرت گفتن این لله و این الیه راجعون. من گفتم بار اول است که فرزند خدا فریاد میزنم، فرزند من لبی نمیگوید. چه حادثه شده باشد؟ کنی بیرون خبر گیرین. در حالت میگه دویده آمدن. گفتن عروه گفتن الحال همون فرزند کلانی تو بالای بام برآمد، برای چی کاری خانه؟ بناگاه از بالای بام بر زمین زد و جان به حق تسلیم کرد. 2 مصیبت بالای حضرت عروه، این جانب پای بریده شده، این جانب فرزند کلان از دست داده شده. حضرت چی گفتن؟ گفتن پروردگارا
با این فرزند خورده که به من باقی است و با این یک پایی که در من است، هزارها شکر به سوی تو. هزارها شکر که یک پای سالم دارم و یک فرزند زنده دیگر دارم. و هزارها شکر به سوی تو ای ذاتی که این نعمتی که در من چسبیده بود جدا کردی و این میوه دل مرا کندی. هزارها شکر به سوی تو. این گونه نمازها داشتند که در نماز اعضای او را میبرند و درک نمییابد. چگونه نمازهای صادقی داشتند، چگونه نمازهای شیرین داشتند که خداوند از حساب این نمازها اونها را خیلی ثوابهای زیاد عطا میکنند. ابو اسحاق سبعی را که محدثین میگن اهل محدث بود، میگوید وقتی که سین سالش به 100 رسید، 100 ساله بود، موی سفیدی 100 ساله بود، میگوید در 2 رکعت نمازش 2 پاره قرآن میخواند. سوره بقره با آل عمران در 100 سالگیش میگوید ادا میکرد. باز به سوی خدا غمگین میشد که ای پروردگارا چی نماز کمی، چی ذکر کمی به سوی تو انجام دادم با 2 پاره قرآن. از این خاطر از همه شما برادرای عزیز خواهش من این است که از نماز جدا نباشین، زیرا نماز این مغفرت گناه شما است. حضرت ابو هریره میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ارأیتم لو ان نهرا بباب احدكم لو يغتسل في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. این حدیث پیغمبر خدا است که راوی این ابو هریره است. ابو هریره را پیغمبر چی گفته بود است؟ گفته است ای ابو هریره، اگر در نزد خانه شما گفته است یک دریای گذر کند، یک حوض گذر کند، تو در داخل این حوض در یک روز 5 بار غسل کنی، 5 بار آبازی کنی، هل یبقى من درنه شیء؟ آیا از چرک در بدن تو چیز باقی میماند؟ گفتن یا رسول الله 5 بار در یک روز وقتی من آبازی میکنم البته از چرک در بدن من چیزی نمیماند. ما و شما امروز 5 بار اگر آبازی کنیم آیا در بدن ما چرک میماند؟ نمیماند. رسول اکرم گفتن که این است مثالی گفته از 5 وقت نماز. اگر کدام شما گفته از 5 وقت نماز خوانین همچنان است که شما در دریای مغفرت آبازی کردین، در دریای مغفرت گناه شما غسل کردید و خداوند گناه های شما را چکار میکند؟ تازه میکند و پاکیزه میکند. انشاءالله من در باب بینماز چیزی به شما نگفتم و میخواهم که جمعه آینده کسانی که بینماز هستند اینها را چی وعید هست، چی وعیدهای سختی هست، بی نهایت وعید سخت است که ما در اولی صحبت گفتیم که نماز این فرق کننده بین مسلمان و کافر است، نشانه اسلام است. انشاءالله ما و شما آگاه میشیم که بی نماز در اسلام چی حکم دارد. خدا خواسته باشد جمعه آینده من به شما جواب میگویم. الحال اینجا یک سوال تعجیلی دادن، میخواهم جواب اینه به شما گویم. در جایی که وفات میشود شمع میگذارند یا دلیل میگذارند، این چی معنی دارد؟ البته امروز در جای وفات، در جایی که پدر ما میمرد، مادر ما و شما از دنیا میگذرد، برادر ما و شما میگذرد، در همونجا شمع میگذارند، دلیل میگذارند. شما تصور کنین من برای یک جواب به همه شما خبر میدهم که اولا این عملی نصرانی ها هست، عملی نصرانی هاست، عملی اسلام نیست. دوم این که به مجرد که شما همون شمع در همون خانه یا دلیل وقتی که همین آتش زدین گریان کردین، همان زمان در قبر پدر تو هم آتش دوزخ علنگه میزنه. زمان درگیراندن او زمان همون علنگه آتش سوزاندن پدر و مادر تو میشود. اینو نکنین. این عمل اسلام نیست. حتی با پایهاتون به شته زنین او را نابود کنین. این از همون بدبخت ها هست. تلویزور بعد مصیبت 1 سال تماشا نمیکنن.
این چی معنا دارد؟ اینش جایز است. در خانه ای که مصیبت شود، اولا خود تلویزیون مصیبت است. تلویزیونی که وقتی در داخلش اگر تربیه نداشته باشد، همون تلویزیون هایی که امروز از کانال های همون انتنه های برابری به ما و شما نشان میدهد، این تشویقات یهود است. چگونه ای که مسلمان ها امروز شما را تشویقات میکند به نماز، به زکات، به روزه، با برادری، به دیگر عمل های خیر، امروز یهود هم مسلمان ها را میخواهند که با راه های همین تلویزیونی از همین دایره اسلام دور سازند. مخصوص کانال ها کردند، کانال هایی که مردها به مردها میرسند، مردها به زنها میرسند، زنها به زنها میرسند. امروز هزارها مسلمان از جمعه میخیزد رفته و یا تماشا میکنه، در باقی میمونه. العینان تزنیان و زناهما النظر. پیغمبر خدا چشم ها هم زنا میکنند. زنای چشم این نظر کردن به همون صورت های پرنگرافی است. اگر شما همون کیناهایی که امروز یگان کینایی نیست که در داخل او به فحش و به فاحشگی باشد، اگر همون برنامه هایی که در تلویزیون ها می شود بیرون از مصیبت هم نگاه کردن اونها مصیبت است، شما گناهگار می شوید. لیکن در خانه ای که مصیبت می شود خوب می شود که 1 سال نه بلکه 2 سال تلویزیون تماشا نکنند، به نهایت ثواب کلان می شود. 1 سال نه بلکه 2 سال آموخت می شوند، ان شاء الله از همون تلویزیون دور می شوند. اینجا هم برادر در باب همون تومار و دیگر به ما سوال کردن که جواب شد. در دوام همون صحبت به همه شما خبر دادم. من بسیاری بار در باب همین مسئله زیارت های مزار گپ میزنم و بعض برادرها از من دیگر زل میفهمند. من شما را به پررگی از زیارت من نکردم. من نمیگم که شما زیارت نکنید، لیکن زیارت کنید با طریق اسلامی. اونا همه احتیاج به دعای شما دارند. آیا همین در کجای اسلام است که شما در درخت هایی که علل خصوص در قشلاق ها همون شهیدها و همون مثال گورستان هایی که هست، در همون درخت های لطبن میگویند، شما در اون لطن نبندین که شما نام خودتان در دفتر دوزخی ها داخل میکنید. انسان باید از اون درخت چی طمع دارین شما؟ از اون مزار چی طمع دارین شما؟ چی فایده است از اونا به شما؟ شما فقط دعا کنید که خدا رحمت و مغفرت چون کند. این است مقصد همون بیچاره هایی که در نزد ما و شما خوابیده هستند. و من میخواهم که به اون جاهایی که شما زیارت میروین، چی شاه یکاشه میگیم و چی شاه خاموش میگویم و چی حضرت برق میگویم که وای امت عادی ترین پیغمبر از حضرت برق بالا است، امت عادی ترین محمد. یک نمازخوان امتی که در مسجد ما هست از حضرت برق بالا است. خدا در قرآن میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس. ای امت محمد فخر کنین که شما از همه امت دنیا بهتر و افضل هستین، از همه امت پیغمبرهای پیشین، چه از برق باشد چه از دیگرش باشد، شما بهتر هستین. عادی ترین نماز، عادی ترین امت محمد حضرت برق بالا هستند. این خدا در قرآن میگوید. شما برای اونی که اونها را زیارت میکنید یک عالم زنده را زیارت کنید، ان شاء الله ثواب میگیرید، ثواب زیاد. اگر در هر قدم او 1 ثواب باشد، در عالم زنده 100 ثواب است. از عالم زنده شما 1 بهره میگیرین. اون قدر مسافه هایی که طی میکنین، عذاب میکشین، اگر شما اراده باشین که این راه در شما باز درجات میبرین، انسان درجات نمیبره. این سخن خداوند است، سخن کتاب است. اگر کدام شما قانع نباشین میتونین با طریق خطی از سندها و کتابهایی که دارین به من خبر دهید. السلام علیکم داملای عزیز. ما 2 برادر اسلامی میخواهیم که نام خود را عوض کنیم. یکی اشان کامل به نام ابوبکر شدند، دیگرشان خورشید بودند به نام عبدالملک شدند. خوش به حال این برادرها که رسول اکرم میگوید احب الاسماء الی الله تعالی ما تعبد له. بهترین نامی هست که در اولی نام عبد داشته باشد. عبدالرشید، عبدالملک، عبدالکریم، عبدالوهاب.
اینها بهترین نام ها هستند. باید هر یک نام مسلمان باید که در اولش عبد داشته باشه تا که بشناسیم که همین مسلمان است. امروز مسلمان های ما نام های نصرانی ها را ماندیستند. بیچاره یگان مسلمان از دست نصرانی روز ندارد، امروز نام اونها را ما گرفته در نام های فرزندامون میگذاریم. کنی یگان نصرانی، یگان یهودی نام شما را میگذارد؟ نمیگذارد. برای اونها این یک بگیم کاری پسترین است که نام مسلمان در نام بچه خودش بگذارد. شما هم البته عکسی همونها رفتار کنید. خوش به حال اینها. خدا هر این برادرها را عمر دراز و تن صحت و سزاوار این نام هایی که خودشان گذاشتن خداوند سزاوار به این نام ها بگردانشان. آمین یا رب العالمین. برادر ما فردوسی 10 سامانی در حق پدر مادرم دعا کنید که از خدای مهربان پدر مادر این فردوسی را رحمت و مغفرت بگردانی، روحشان شاد و قبرهاشون خدای مهربان پرنور بگردانی و اگر زنده هم باشند خدای مهربان عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگردانی. و برادرمانم عالم جانم 10 پلس برای همین نمازخانه ما و شما آوردن. این برادر عالم جان چند بار شد در این مسجد ما و شما خدمت میکند. خداوند این خیر احسانش به درگاهش قبول بگرداند و هر یک نمازخانه که در بالای نماز در بالای این پلس ها نماز میخواند خدا ثواب اون نمازها را در نامه اعمال این عالم جای بنده خودت خداوندا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. داملای حاجی میرزای محترم، فرزند من همینی بیمار بستری هست، در حق وی در نماز جمعه دعا کنید. پدر همینی خوجه، یعنی اینجا یک برادرمان همسایه هست، بچه جوان هستن، بیچاره زبانشان گل شدگی هست، دیگر زبان نمیگردد، چند روز هست که بیمار هست. البته این تن صحت بسیار یک نعمت کلان است. وی هم بچه جوان 17 ساله 18 ساله است، اینجا نماز میخوان، یک باره از زبان ماندن بیچاره. از این خاطر این زبان ها باور کنین همه اینها در زبان ما و در دهان ما و شما یک نعمت کلان است. اینا را کار کنیم که هیچ وقت به بیهوده صرفشان نکنیم. زبان آمدد از بحر شکر و سپاس و غیبت نگرداندش حق شناس. حضرت سعدی میگوید این زبانی که در دهان شماست این فقط برای ذکر خدا آمده است، برای یاد خدا آمده است. اینا در غیر یاد خدا شما صرف نکنید. این نعمت خیلی گرانی هست. خدای مهربان این دادرمان شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و در قطار این بندگان سالم و صالح خدای مهربان قرارش دهد. آمین یا رب العالمین. داملای محترم در حق فرزندم دعای خیر کنید که شفا یابد. در بیمارستان کودکانه خواب است. خداوند این فرزندم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبش بگرداند و جمیع اینجا برادرهای بدن که از ما طلب کردن که در حق فرزندمان دعا کنید. خدای مهربان اون فرزندها را شفای کامل و شفای عاجل خداوند نصیب و روزیشان بگرداند. یک برادر دیگر یک حاجی هم از همین شهر ما و شما از ما طلب کردن که در حق هم دعا کند که خداوند کشایش کار نصیب کند. خداوند به این بنده خود کشایش کار نصیب بگردانی و هر یک عملی نیکی که دارد خدای مهربان عملهاش جامع عمل بپوشانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه آینده ان شاء الله در باب آدم هایی که نماز نمیخوانند